در تاجیکستان تا سن 18 سالگی را رفتن به مسجد من است. چرا؟ دشمنا را میدانند که سنی هست که انسان ذهنن بالغ میشه، فکرن بالغ میشه، حق و باطل تفکیک میکنه. ولی پیامبر ما میگه از سالگی تلقین ایره به نماز بکن تا 18 سالگی را خوگر میشه، عادت میگیره، در قلب و در سینه ازی عبادت پروردگار عقیده حق میشه، مهر میشه، مرگ میشه. هیچ باد فتنه ایره از جای نمیتکانه، دور نمیبره، در اهتزاز و تذبذب ایره نمیاره. او میگه زمانی که تا 18 سالگی را در ماحول کفری تربیه شد، اینا نماز میخوانه، نماز ای سپورت میدانه. العیاذ بالله قرآن خواندن یک مفکوره عقب ماند. جزاک الله خیر. بیننده دیگری پرسیدن که سلام، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اگر کسی 3 جمعه به نماز نرود در قلبش مهر زده می شود. در تاجیکستان افراد زیر سن 18 سال از مسجد رفتن منع می شود. آیا شامل این حدیث می شود یا نه؟ چیزی که در روایت اومده که هر کسی که 3 جمعه را بدون عذر در نماز جمعه شرکت نکند، تارک نماز جمعه بشود و بر قلبش مهر زده می شود، این در حالات عادی هست. و اگر کسی بنابر یک عذر شرعی یا بنابر یک ممنوعیتی که اعمال می شود نتواند در نماز جمعه حاضر بشود، یا به خاطر عذر دیگر مانند سفر مثلا نتواند که به نماز جمعه حاضر بشود، یا به خاطر دوری مکان و فاصله نمیتواند که به نماز جمعه برود، این موارد استثناء هستند. و خصوصا کسانی که در تاجیکستان هم اگر که فرصت داده نمیشد به اونها ممانعت می شود و اجازه ورود به مساجد به اونها قبل از سن 18 سالگی داده نمی شود، از نظر شرعی این افراد معاف هستند. گناهی این برگردن اونها نیست، اما نماز ظهر رو در خانه بخونند و گناه این عمل برگردن کسانی هست که عامل اجرای چنین حکمی هستند. جزاک الله خیر جناب شیخ. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند. خطابم به حکومت ظالم و ستمگری است که امروز در رأس قدرت در تاجیکستان، از الله بترسید. اگر ذره ایمان در قلبتان هست بدانید که این ظلمتان ادامه پیدا نمی‌کند. یادتان باشه که چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شبی سوزد، شب دیگر نمی سوزد. این ظلم منتهی میشه و مطمئن باشید که گرفت الله سخته. الله متعال سبحانه و تعالی میگه ان بطش ربک لشدید، گرفت پروردگار سخته. اگر الله گرفت بد جوری میگیره انسان و انسان ظالم را بد جوری الله متعال عذاب میکنه و مورد عقوبت قرار میگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری رحمه الله روایت میکنه، حدیث 4686، پیامبر میفرمایند که ان الله لا یملی للظالم، الله سبحانه و تعالی برای ظالم وقت میده که توبه بکنه. ای سران حکومت تاجیکستان، توبه بکنید از اسلام ستیزیتان، توبه بکنید از این که مردم را مظلوم گیر آوردید و مردم را اذیت میکنید. به خاطر ریش نفر، به خاطر حجاب نفر، به خاطر رفتن به نماز نفر، به خاطر دینداری و تدینش را اذیت میکنید. الله به شما وقت میده، دست بردارید، و الا اینکه سرنوشتشان و سرنوشت شما این خواهد بود که حتی اذا اخذه لم یفلته، وقتی که الله گرفت باز او را رها نمیکنه، رها کرده نمیشوید. مطمئن باشید. تاریخ را ببینید، فرعون با اون همه دبدبه چی شد؟ هتلری که در نزدیکی های ما بوده چی شد؟ استالین چی شد؟ لنین چی شد؟ تمام این ستمگران و دیکتاتورها و ظالمان کجا شدن؟ کجا هستند؟ زیر خاک رفتن و بعضی از اینها به بدترین وجه ناپدید شدن و کشته شدن. گرفت الله سخته. عبرت بگیرید، پند بگیرید از گرفت الله.
شما دارید مردم را اذیت میکنید به خاطر دین مردم، به خاطر عقیده و باور مردم، به خاطر حجاب مردم، به خاطر ریش مردم تفتیش عقاید میکنید. در کشوری که 90% مسلمانه، بیش از 90% مسلمانه، فکر میکنید باقی میمانید؟ با این حالتتان توبه کنید. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری رحمه الله روایت میکنه، حدیث 2448 میفرمایند که اتق دعوت المظلوم. وقتی که پیامبر علیه السلام معاذ را به سوی یمن میفرستند برایش توصیه میکنه، ای معاذ اتق دعوت المظلوم، از دعای بد مظلوم بترس، فانها لیس بینها و بین الله حجاب، چرا که در بین او و الله حجابی نیست، پرده نیست. پرده ها دریده میشه وقتی که مظلومی در پیشگاه الله دعا بکنه و بخواهه که یا الله این ظالم را سرنگون بکن. و ای ملت تاجیکستان، رجوع کنید به الله متعال، رجوع کنید به توحید رب العالمین، دست از خرافات و بدعات بردارید و این تنها راه نجاته، تنها راه نجاته و اینه که چوکی های آنها را میلرزانه. موحد بودنتان و پایبند بودنتان به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و برای نجاتتان فکر اساسی بکنید.